توپ رو بازیکنان سپاهان میگیرند. یه توپ بلند فرار محمد رضا خلعتبری داخل محوطه جریمه. ببینیم کار رو 1-0 میکنه یا نه. ضربه رو میزنه و استاکره توپ رو میگیره. یه فرصت برای نفت آبادان. ضربه خطرناک مهدی کیانی. یه ضربه و گل برای تیم سپاهان. دروازه باز میشه. اروین بولکو از اینجا ضربه رو زد و استاکره خیلی گل بعدی خورد. نگاه کنید. خلعتبری یه پاس عالی، یک ضربه دیگه و این بار دیگه توپ رو راهی کورنر میکنه. توپ از سمت چپ باید روی دروازه فرستاده بشه. بلند خروج استاکره و این بار هم خروج کاملا ناموفق داشت که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. به شکل کوتاه با ماچادو بازی رو دنبال میکنه. از ضربه خطرناک ماچادو پشت محوطه جریمه. خود محرم روی پای راست میتونه ضربه رو بزنه. ارسال به روی دروازه و گل دوم. اعتقاد به آفساید دارن نفتی ها. فرشید طالبی با هم میبینیم واقعا یه بازیکن تاثیرگذار این محرم نویدکیا. امید ابراهیمی به دنبال بازیکن خود خلعتبری رو میبینه. روی پای راست ضربه رو میزنه و توپ رو راهی کورنر میکنه. استاکره پشت محوطه جریمه. کیانی روی پای چپ خطرناک بود. ایران نژاد یه حرکت خطرناک در این سمت. جواهیر سوکای روی پای چپ به زاویه مخالف میزد. شاید تسلیم میشد. باز هم استاکره. نفت با نفرات ذخیره خودش پا به میدان گذاشت. یه فرصت برای نفت آبادان و نویدکیا که توپ به بیرون رفت.